درود به شما بینندگان عزیز. در استودیو برنامه نوبتی احساس، افکار و رفتار، من مریم دولتова در خدمت شما هستم و همکار من روانپزشک محمود شاه کبیری. برنامه گذشته ما در موضوع محبت بود. از بس که محبت احساس بنیادی انسان است و یکی از طلبات‌های اساسی روزگار انسانی است، این موضوع همیشه در جریان صحبت‌های ما حضور خواهد داشت. ولی موضوع امروزه ما ترس است. ترس چیست؟ آن بر روزگار ما چگونه تاثیر دارد و کدام راه‌های از آن رهیدن وجود دارد؟ امروز ما می‌خواهیم با روانپزشک محمود شاه کبیر در همین موضوع بعضی نکته ها رو معین کنیم و برای شما بعضی خلاصه های خود رو پیشنهاد نماییم. مرحمت میخواستم که در موضوع ترس محمود شاه کبیر پیشتر آغاز کنند، زیرا تا جایی که معلوم است این کس در این ساحه کارهای علمی خاصه داشته بودند. چنین است. البته در ما همچون یک احساس است که سرحد معین خود را دارد و در نتیجه سرحد بیرون شدن به بیماری مبدل می شود و اکثر مردم که هنوز باز به سرحد بیماری نرسیده زندگی آنها را خلل می رساند، اندیشرانی آنها را دیگر می کند، مناسبت آدم را به خودش، به اطرافیان تا یک جهتی به سمت دیگری روانه می سازد. برای همین البته اگر ترس مسئله مهم نمی بود، پیغمبران برای این مسئله توجه نمی کردند. بله. مثلا در زمینه انکشاف و کمالات گفتند که آخران چیزی که انسان در خود غلبه می کند این ترس است. بله. ولی از نگاه روانشناسی ترس تا اندازه گویا یک چیز رواست، زیرا ما میدونیم که ترس حفاظت خود رو، رسالت خود رو دارد در ضمیر انسان و انسانی به ترس وجود ندارد. زیرا اگر ترس نباشد ما خود را از خطرهایی که در اطراف موجودن امین داشته نمیتوانیم. ترس است که ما بعضی چیزا رو معین کرده میتوانیم. مثلا کودکان خردسال ترس رو نمیدونن، آنها میتوانند به بلندی براین چیزهای خطرناک رو به دستشون گیرن، مثلا ندرست گیرن، مثلا خودی هم کارد از دستش نیو میتوانند از جای تیغش گیرن و دستشون زخم دار کنن. و ترس هرچند در قشر معینه گویا جای خودش رو دارد، ولی برای جابجا شدن آن در روزگار انسان باز یک زمینه ها، یک قدم ها هم لازم هستند. من میخواستم باز یک چیز دیگر هم برای خودم برای تماشاگران گویم و شما فکر من رو شاید باز توضیح میدهید. ترس دو نمود است. ترس های فوری هستند. یک حادثه در بیرون روی میدهد، مثلا صدای بلند یک حادثه دیگری که انسان یک بار میترسد و وقتی که میبیند که هیچ خطری نیست آرام میشود. ولی باز ترس های دیگر هستند که ترس های مزمنند. ترس های هستند که در ضمیر انسان خانه میکنند و آنها را به آسانی مثلا به طور لحظه‌ای برآورده نمیشود. این گونه ترس ها می توانند واقعا سرچشمه بیماری ها باشند و در علم طب آن را با نام فوبیا ها معین کردند و راه های گوناگون طبابتی آن وجود دارد. هم از نگاه روانشناسان هم با این مسئله مشغولند، روانپزشکان مشغولند، عصب شناسا با این مشغولند. یعنی ترس یک چیز خرد و جزئی نیست، وقتی که به ترس مزمن تبدیل می‌یابد و می تواند آغاز بیماری ها باشد. ما باید آن رو بشناسیم و راه‌های از آن رهیدن رو و به آن راه ندادن رو به راه خودمون معین نماییم. البته در حقیقت اگر ما نظر افکنیم به عالم ترس، به احساس، ما میبینیم که ترس در نهاد انسان یک سرحدی را معین میکند و آن وقت ما گوییم که انسان وقتی که احساسات ترس میکند پس معلوم میشد که سرحدی احساسات و سرحدی روانی یا که اجتماعی یا عموما هستی خود را معین میکند، چون که هر چیزی که نامعلوم است ترس را پیدا میکند. بله. برای همین یگانه چیزی که اطلاعاتی که مثلا لازمی هست میتواند که ترس را خاموش کند یا اینکه آن اداره شود. بله. مهم است که ترس تماما از بین رفتنش خوب نیست، چون که مانند آن است که اگر در عالم جسم انسان اگر حس نداشته باشد، اگر حس نداشته باشد درد را نمیفهمد و عضوهای خود از دست میتید. یعنی معین نمی کند. در عالم گویم عقل
فکر منطق معین کننده فکر انسان است، قدم های فکری او را معین می کند. در عالم احساس باشد البته ترس از یک طرف، از طرف دیگر البته محبت، اینها معین کننده منطق احساسی انسان هستند. بله. و ترس چون که من پیشتر گفتم رسالت حفظ کننده انسان رو دارد و انسان بی ترس وجود ندارد. انسان بی ترس آدم سالم بوده نمیتواند، زیرا اگر آدم ترس نداشته باشد مثلا از یگان خطر رو شناخته نمیتواند. خود رسالت ترس معین کردن خطر است. مثلا که شما گفتید جای بی خطری و جای خطر است. و آدمانی که ما جسور میگویم اینها آدمانی نیستن که ترس نداشته باشند. آنها آدمانی هستند که میدونن چی میکنن. بله، آنها ترس خود را اداره کرده میتوانند. از این نگاه میتوانیم گوییم که اگر از این جهت مثبت هم دارد، هرچند ترس رو در اکثر حالات ها ما همچون احساس منفی معنی داد میکنیم. تا کلمه ترسانچک هم وجود دارد که همچون تنقید، همچون بهای منفی به انسان روانه کرده می شود. ولی در اصل آدمی بی ترس این آدمی سالم نیست. یعنی ترس باید باشد، ولی چگونه آن باید باشد؟ چگونه باشد و کدام نمودی ترس ها هم هستند که به رفتار ما، به افکار ما تاثیر میرسونند. مثلا دو نمودی ترسی که ترس بنیادی است از نگاه روانشناسی، یکمش ترس مرگ. انسان از همه چیز ناآشنا میترسد و درباره مرگ از بس که اطلاعات ما خیلی کم است، آن رو همچون نیستی معنی داد میکنیم و گمان میکنیم که هر چیزی ما داریم برابر رسیدن مرگ از بین میرود. از این نگاه ترس مرگ همیشه هست و ترس مرگ تو اندازه همون ترسی است که برای از خطرها ایمن کردن انسان خدمت هم میکند. مثلا آدم از جری بلند خودش رو به رسانه‌ها، به پاراشوت، به اینجا نمیپرتاید. میدوند که اون طرف میتواند نیستی باشد، مرگ باشد، فاجعه باشد و این شاید خدمت میکند. ولی ترس دیگری که به روزگار انسان ها خیلی ضرر وارد میکند و در اکثر حالت ها به قبول کردن قرار درست مانع می شود، این ترسی است که از کودکی در ضمیر ما در نتیجه تربیت به وجود میآید. این ترسی نرسیدن محبت است. ترسی است که آنجا در گوش انسان فکر پیچراست میزند، میگوید اگر این کار را کنی تو رو دوست نمیدارند. ریشه آن تربیت است، ریشه آن نرسیدن محبت در همون دوره اساسی بنیادی طفلی 3 سال اول است. وقتی که ما درباره محبت میگیم، باید در همین دوره باید کودک از محبت کاملا سرشار باشد. در این حالت کودک وقتی که به کمال میرسد، همین ترسی از دست دادن محبت به وجود نمیآید، زیرا او کاملا مطمئن است که او محبوب است، او را همیشه دوست میدارند. کمبود محبت در ضمیرش نیست. ولی در حالتی که می شود که پدر و مادر با کودک برای یگان کارش میگن که اگر این کار رو کنی من تو رو دوست نمیدارم. در زبان تاجیکی دیگر خیلتر میگن مادرت اوچت نمیشم، دادت نمیشم، من به تو تحفه نمیخرم. همه اینها رو کودک به زبان خودش ترجمه میکند، یعنی من تو رو دیگر دوست نمیدارم و کوشش میکند که به همین محبت همیشه سزاوار باشد و به خاطر از دست ندادن این محبت در زندگی در قدم های آینده وقتی به پایان میرسد، در اکثر حالت ها میتواند از قرارهای درست به منفعت خودش دست بکشد، خواهش های خودش را سرکوب کند. مثلا در جامعه برای که تو رو دوست دارن، تو رو احترام کنن، تو باید با آداب باشی. آداب چی است؟ آداب یک معیارهای معینی هست که جامعه برای اعضایان خودش معین کرده است. در آن طرز لباس پوشی، طرز رفتار، طرز صحبت، طرز مثلا خوراک خوری، طرز به مهمانی روی، همه این چیزها در اونجا تنظیم شده اند. ولی وقتی که انسان خردکک نمیداند که در انتخاب این قاعده ها تا اندازه آزادی دارد، او همیشه خواهش های خود را میتواند سرکوب کند، از خواهش های خودش زیر خواهش خودش دست بکشد و این در ضمیر انسان خردکک و تدریجا در انسان کلانسال هم ضدیت های بزرگی به وجود می آورد. ترس کمبودی محبت از این نگاه یکی از ترس های خیلی خطرناک و نوضروری است که ما باید در روند زندگی از آن اندک اندک آزاد شویم. می شود که ما می توانیم مثلا پدر و مادر را گناهکار کنیم، بگوییم که پدر و مادر در وقتش ندادن. ولی من امروز مثلا 20 سالم، 30 سالم، 40 ساله هستم و خودم میفهمم که پدر و مادر اون چیزی رو گفتن که
барои тарбия аз нигоҳи худашон мувофиқ буд ва мин баъд барое ки ин тарсро маро дӯст намедоранро аз байн барем, инсон бояд болои худаш кор кунад, инсон бояд бовар кунад, барои ин барои манбаъҳои сарчашмаҳои муҳаббатро нисбати худаш пайдо кунад. Аслан ман гумон мекунам яке аз решаҳои бузургтарини аз байн бурдани анамин тарси камбуди муҳаббат имон аст. зеро бузургтарин қудрате ки мо дорем, муттакои асосии мо худованд аст ва худованд агар моро дӯст намедошт, моро ҳаст намекард. худи зиндагии мо, худи зинда будани мо нишона ва исботи муҳаббати худованд ба бандааш аст. бале вақте ки мо ин чизро аз худ мекунем, ман гумон мекунам анамин тарси камбуди муҳаббат аз байн меравад. зеро тарзи камбуди муҳаббат дар зиндагии мо дар ҳар як қадами мо метавонад монеа бунёд кунад ва инсоне ки аз рӯи анамин тарс як умр зиндагӣ мекунад, дар охир вақте ки умраш ба охир мерасад, ҳамеша аз зиндагӣ норизо меравад. зеро орзуҳои саркӯбшуда онҷо зиёданд. бисёр дуруст қайд кардед. албатта мо агар гӯем ки аз ҷиҳати он ки шумо гуфтед, яъне ки яки тарс аст, тарси гӯем ки кайҳонӣ, марг, бале табиӣ, яке иҷтимоӣ, он ки дар муносибат гум мекунад. албатта боз гӯем ки ҷузъҳои гуногуни тарс аст. як донишкадаи калон дар фаронса оиди тарс сару кор мекунад ва худи конгресси Америка ба равоншифоёни ассотсиатсияи равоншифоёни амрико ҳатто муроҷиат карда буд ки масъалаи тарсро ҳал кунед. оё ягон дорӯе ҳаст ки мо ҳамина бартараф кунем? чунки бисёр дар гӯем ки солдатҳо, аскарҳои амрико дар ҳар куҷо ки ҷанг мекунанд ва онҳо ки ба ҳолатҳои гуногуни ҷангӣ гирифтор мешаванд, як синдром, як аломатҳои ҷамъи беморӣ ҳам дар замони шӯравӣ афганский синдром буд, синдроми афғонӣ ва дар воё синдроми ветнамӣ. барои ҳамин мин муроҷиат карда буданд, чунки дар ҳолати махсус тарс рафтори инсонро дигар мекунад. барои ҳамин хатарноки ба ҷамъият рафтор мекарданд. барои ҳамин ҳатто муроҷиат карда буданд, вале мутаассифона он дороҳое ки ҳозир ҳастанд, он дороҳо метавонанд дар истеъмоли онҳо бар рӯи зидди тарс ки ҳосил шудаанд, метавонанд одамро одат кунонанд. барои ҳамин як тарафи хатар аст ва албатта тарафи дигар ки мо дар солҳои охирам дар ин масъала коркард кардаем ва мо тавонистем ки шукри худо ва истиқлолият мо як системаи хуби табобатиро ҳам пешниҳод кардем ки аксари мардумро мо метавонем ки кӯмаки амалӣ, тиббию равонӣ расонем. ин хушхабар аст ба мардуми шарифи Тоҷикистон ки дар ҳақиқат ин бемориҳои эҳсосӣ аст ва ин ҳоло шукри худо мо имконот дорем ки инро табобат кунем ё ки онро дар идора гирем, идорашаванда бошад. албатта ин тарсе ки шумо гуфтед, фикр мекунам бисёр таваҷҷӯҳи бинандаҳоро ба худ ҷалб карданд ки албатта ин тарси марг аст ва тарси танҳо мондан. мо танҳоиро мебинем ки дар мамлакатҳои пешрафта он ки барои худ зиндагӣ карданд ва гӯем ки як эгои худро, як мани худро бисёр дар муносибат гузоштанд, сабаб он шудааст ки аксари онҳо албатта ин азиятро доранд, азияти танҳоиро доранд ва онҳо ба воситаҳои гуногуни масалан барномаҳои шоу месозанд ки ҳамун эҳсосоту гӯем ки як чизҳои хуби равонияшонро дигар кунанд. вале ба ҳар ҳол дар мо ки боз фарҳанги миллии мо ки ба назардошти ҳам гузаштагон ягон ва ҳам ба назар гирифтани дастовардҳои башарият як фарҳанге эҷод кардаем ки ман фикр мекунам мардуми ғарб ба ин фарҳанги мо ниёз мекунанд, чунки дар мо камтар аст танҳоӣ будан ва яке аз сабабҳои дигари дар мардуми ғарб истеъмоли машрубот аст. ин ҳамун тарси марг аст. ман мехостам ки дар ҳамин мавзӯъ андак баҳс кунем ки бисёри одамон чун вақт мегузарад, синни сол мегузарад, чун наздик мешаванд ба як даричае ки пушти он як номаълумӣ ҳаст ва илм ҳоло бисёр чизҳоеро
اثبات کرده است که از آن جمله معلوم است که هیچ چیز نیست نمیشود. یکی از قانون‌های هستی است، فقط از یک حالت به حالت دیگر می‌گذرد. انسان هم چنین است و از یک حالت به حالت دیگری مادی روحی می‌گذرد و متاسفانه تن خود میماند. مثلا اون که گوییم که علم درباره این یگان دستاوردهای و چیزهای گوییم که تحقیقاتی دارد متاسفانه نیست. برای همین در اینجا انا همون سخنان پیغمبر گرامی لازم میاند به انسان و انسان میشیند یا فکر میکند که من چی کردم. همین بسنده هست که مثال ترس مرگ انسان رو نیکوکار کند که از آن جمله در آن عائله‌ای که ما میخواهیم که موضوع ما به همون ربط دارد که مناسبت خوب با یکدیگر در درون عائله این کاری نیک است و مردم نقض میدانند که از عملهای خود که پرسیده میشوند. برای همین چنین آدمان اگر که اطلاعات لازمی نداشته باشند، فرهنگ مثلا ملی ما را نداشته باشند، اون وقت آنها در سن سال کلانسالی بسیار با آنها مشکل است و میزدگی یا که با بی‌عقلی، بیماری‌های الزایمر و گوناگون بیماری‌های هستند که یا اینکه به کار داده میشن، نهایت سخت داده میشن، یا اینکه مثلا هست کسانی که به عبادت مشغول میشن. عموما این یک پرابلم کلانی آدمانی هست که مثلا سن سالشون به جای رسیده است و البته این هم خوشخبر است که فرهنگ ملی ما در باره این مسئله بسیار چیزهای خوب گفته است. یکیش انا همین چیز است که مناسبت خوب کردن، احساسات مثبت داشتن، اندیشه های نیک و موقع ساز داشتن و رفتارهای درست کردن. چنین آدم هم در این دنیای خود و هم در عالم دیگر صاحب شرف و صاحب احترام است. یعنی ما میتوانیم از نگاه فلسفی به مسئله ترس مرگ نظر کنیم. مرگ هم یک نعمت است، یک نعمت خداوند است. چون که زندگی نعمت است، مرگ هم چنین نعمت است. زیرا اگر که موجود مرگ نمی بود، ما اگر نمیدونستیم که میرنده هستیم، شاید در بسیار حالت ها زندگی خود رو بیهوده هم صرف میکردیم. و ترس تنهایی که شما میگید، میزدگی و نشامندی اینو حالت هایی هستند که انسان از حل مسئله میگریزد. این در پسیکولوژی اسکاپیسم میگن، یعنی گریز از حل مسئله، گریز از همون ترس خود. و اینجا واقعا اون چیزی که شما از نام حضرت پیغمبر یاد شدید، این همون جهاد خرد است. انیقتر از جهاد کبیر است که در جهاد انسان باید باشد که ما وقتی که با ترس عادی مثلا هر روزه ما یکی از سرچشمه هاش نبودن اطلاعات است. مثلا کودک به خانه تاریک می درآید و از خانه تاریک می ترسد، زیرا در خانه تاریک او انجام ها رو نمی بیند، اطلاعات ندارد. وقتی که شما چراغ رو در میگیرانید، ترس کودک گم می شود. زیرا همه چیز بله و با چشمش ببیند که همه چیز در جایش است. همه چیزی که تاریک سیاه بزرگ اونجا می نبود، شاید جوان لباس آویزش باشد. و یعنی وقتی که ما و اگر که باز به خاطر برگردیم با مثلا ریشه های بنیادی فرهنگ خودمان، باز به قرآن برگردیم، اونجا مثلا گهواره تا گور دانش بجوی، این یکی از فرض های قرآن است که حضرت پیغمبر در این رو مخصوص تاکید کردن در حدیث های خودشان. این دانش به چه لازم است؟ باز هم به خاطر از بین بردن جهل، یعنی نادانی، بی‌معرفتی و کم کردن ترس. و باقی گذاشتن تنها همون ترسی که برای روزگار انسان ضرور است، برای خود رو جان خود رو حفظ کردن از خطرهای بیهوده. زیرا میگن که به اجل نمیرد مگر مگس، ولی سر به دهان اژدها مزن. یعنی عقل باید معین کرده تواند که خطر کجاست و اینجا ترس میتواند به او کمک رسان باشد. در حالتهای دیگر معرفت و دانش باید با انسان کمک کند که ترس ها از جمله ترس مرگ هم از بین رود. وقتی که مرگ رو همچون نعمت میشناسید، از اون ترسیدن ضرورت از بین می رود. و چیز دیگری هست که ما در روزگار هر روزمون گفتید که اسکرهای امریکایی اصلا در ادبیات روانشناسی همین خیلی یک مثال هست که یک گروه اسکرهای نمیدونم انگلیسی و امریکایی در کدام یک کشور وقتی جنگ میکنن، اسکرهایی که در روزانه در میدان جنگ نمیترسن، شبانه از حدود قسم حربی خودشان حتی از خوابگاهشان بیرون برآمدن در ترکی میترسن. و وقتی که این گروه اسکرها رو میآموزن ترجمه حالشان رو، معلوم میشود که اینها فرزندان عائله‌هایی هستند که در اونجا پدر نبوده است و در مکتبشان معلم نبوده است، معلمه ها کار میکردن. یعنی تربیت در عائله با فرزند بسیار چیزهای خوب رو میدهد اگر که همین تربیت در شکل درست تنظیم شده باشد.
یعنی اینجور برای از بین بردن ترس های اجتماعی، ترس های خردی که میتوانند در آینده به ترس مزمن، ترس کلان تبدیل یابند، این همون نقش پدر است. زیرا اگر مادر سرچشمه محبت باشد، مادر اگر در بطن خودش، در اویله خودش، در داخل در محیط خودش برای کودک با محبت محیط بی خطری ایجاد کرده تواند، پدر راهنما است برای زندگی کودک بیرون از خانه، در جایی که خطرها واقعی هستند، در اون که آدمای ناآشنا هستند. و اگر که ما از روی ادبیات روانشناسی به این چیز بها دهیم، به خاطر بیاریم، پدر انسانی است که به کودک جسارت را می آموزد، انسانی است که کودک را به عالم بیرون آشنا می کند، در آنجا خطرها و بی خطر را به اون نشان می دهد و در حالت خطر چگونه رفتار کردن را یاد می دهد. و در حالتی که همین پدر در عائله نقش برنده ندارد، یا که اصلا نیست، یا که اون من حتی اگر خود پدر نباشد، ما میدونیم که از روی مثلا شریعت اسلام 12 مرد برای یک زن مسئول هستند. در حالتی که مثلا پدر از سر می رود، یا که در برای فرزند ملازم نیست، تقاها، عمکها، برادرهای کلان و آنهایی که باباها مثلا تربیه رو به دوش بله، این باید مسئولیت رو به ذمه گرفته باشند، همین وظیفه ها رو باید قدم به قدم همراه کودک باید اجرا کنند. یک مثال بسیار خوب دارم، من همیشه به خاطرم میاد، در انگام صحبت ها و مقاله ها استفاده میبرم. این از ترجمه حال صدرالدین عینی است. طرز معامله و تربیه که سید مراد خواجه نسبت فرزندان خودش داشت. یک حکایت دارد صدرالدین عینی با نام دیو 7 سر. اونجا در یک طوری که کودک تنها میموند، اونجا 6-7 ساله است صدرالدین و از یک درخت میترسد. درخت در ترکیه یک چیز دهشت انگیز در نظرش مینماید و فریاد میکشد. پدرش میاد میگه پسرم چرا ترسیدی؟ چی بود؟ میگه که اونجا دیو بود. پدرش تبسم میکند، میخندد، میگه که پسرم اونجا دیو نیست، این درخت است، تو نترس. و در روانشناسی هم میگن، فیزیولوژی هست، میگن که ایلوزیا. بله، بعضی چیزهایی است که معینه اگر شکل آنها رو نشناسد، یک شکلی رو با آنها میدهد. بله بله، و از روی اون فانتزی که دارد، مثلا اگر کودک درباره دیو 7 سر اگر افسانه خوانده باشد، در نظرش همون چیز دیو رو ندیده است، در تصورش یک چیزی دارد، همون یک چیز سیاه بزرگ و دیو مانند است. و این گونه ترس های تخیلی رو از ذهن کودک با تربیت آسان برآوردن ممکن است. پیش از اون اولش که راه قدم بهترش آن است که ما با این راه ندهیم. البته اویله ها چون بسیار درست قید کردید، بسیار